به نام خدا. سلام، عرض ادب خدمت همتون. اینجا رسانه تحلیلی با یک پایان پترودلار، ثبت شدن بورس و انباش سرمایه هم برای ایران هم برای ایالات متحده. چرا باید خودمون رو با اونها مقایسه کنم؟ دوست داشتید تحلیل اقتصادی بذارم، دارم براتون میذارم. من نه آقای فلانم نه آقای اعلانم، نه اون چیزی که برداشت میشه از جوامع اقتصادی دنیا میشه توی بازار ایران آورد، نمیشه دلالوارانه اون چیزی که تو ایران باب شده پیشرفت. چی کار باید بکنه ایرانی؟ حالا ببینید، تو یکی دو سه سال آینده شما پترودلار رو حذف شده بدون دلایل. از وقتی که این ایالات متحده احمق یک ترامپ کله زرد موی زرد قاتل رو آوردن سر کار در سال 2016، خب اون حرکت رو کرد و تو دور اولش فاجعه آفرید. خیلی از کارخونه‌ها خوابید. نگاه به توییتاش نکنید، نگاه به پروپاگاندای رسانیش نکنید، نگاه به هیچ کدوم اینا نکنید. در دور دوم باخت. اینا اومدن بعد از جریان بایدن اومدن گفتن نئومونرو رو راه بندازیم. حالا نئومونرو چیه؟ راجبش قبلا توضیح دادم، یک کوچولو توضیح بدم در حد 1 دقیقه بدونید چه خبره. نئومونرو، خب مونرو که اینا داشتن چپاول، استعمار، امپریالیسم، اینو بگیر اونو بگیر، اینو غصب کن اونو غصب کن، شسته رفته ساده عامیانه، یعنی بریم بچسبیم به آمریکای لاتین. نئومونرو چی میگه؟ نئومونرو میگه از آمریکای لاتین بیا بیرون، برو گرینلند، برو اروپا، برو اوکراین، برو نمیدونم ایران، برو کشورهای حاشیه خلیج فارس، برو تایوان، برو مالزی، برو بنگلادش، کل دنیا. نئومونرو اینو میگه. یعنی اینا اومدن یک جریانی راه انداختن برای چی؟ برای استعمار نوین. حالا چی شد؟ توی اوکراین گیر کردن. گفتن اگر مثل جنگ جهانی اول و دوم ایران رو نگیریم، روسیه و چین هم سقوط نخواهد کرد. چیکار کنیم؟ یک مش ابله با یک مش روانی اومدن نقشه ریختن، یک سازمانی تشکیل دادن، یک سازوکاری تشکیل دادن به اسم اتاق جنگ، وزیر دفاع رو کردن وزیر جنگ به اسم هگزت، و یک مشت یهودی افراطی ارزم بودن اشکنازی طبقه پنجم اون هرم رو راه انداختن، اتاق فکر گذاشتن، فلان کسو ترور کنیم، فلان کسو ترور کنیم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، آقا بگیریم، شما به نوع مونرو برس، من به اسرائیل بزرگم میرسم، من کریدور رو میندازم، من میشم هاب منطقه دنیا، هاب دنیا، انرژی دنیا دست تو، منم اینجا. خلاص آقا چی؟ اینا اومدن مثل جنگ جهانی دوم ایرانو تسلیم بشه، ایران تسلیم نشد، جنگ شد، دو بار پشت هم جنگیدن، نشد. اومدن بار اولی که جنگیدن دیدن نه نمیشه، باید ذهن‌ها رو ببرن جای دیگه. چیکار کردن؟ اومدن رفتن تمام منابع اوکراین رو تصاحب کردن. کیا تصاحب کردن؟ اون 5 طبقه هرم، یهود، زر، زور، ترامپ، نتانیاهو. این 5 تا طبقه رو من همیشه دارم بهتون میگم، همیشه هم یادتون بمونه. خب از زر و زور استفاده کردن، تسلیحات، جنگ. اوکراین آقا یهو شلوغ شد، روسیه حمله کرد، کریمه رو گرفت، بعد حمله کرد، الان کل ساحل رو گرفته، از اون کله تا پایین همه رو گرفته، از بلاروس بیا به پایین همه رو گرفته. حالا چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ آقا بخوایم اینا رو تسلیم کنیم، باید تنگه مالاگا رو ارزم حضورتون ناام کنیم، ارزم به حضورتون ایران هم که بگیریم. خب همه توضیح دادم دیگه، تا اینجا گرفتی؟ اوکی. حالا دست خدا اومد اینجا چیکار کرد؟ گفت اینجوریه، اینم بفرما خدمت شما. ما که الحمدلله رب العالمین منتظر همچین روزی، اما خب خطا زیاد کردیم، نمیگم ما بی خطا بودیم، خطا زیاد کردیم، ما رهبر رو نباید دست میدادیم. هرچند شاید رهبر خونش فدا شد که خدا به برکت خون اون این جریان رو به پیروزی برسونه. خب بچهای شیطان در بچهای حرامزاده در برابر بچهای حلالزاده. ما جنگو بردیم، الان سازوکار دنیا شده چی؟ سازوکار دنیا رسیده به اینجا که آقا باید پترودلار رو حذف کنیم. بریم عقب. چرا ترامپ رأی آورد که جریان نئومونرو رو پیش ببرن. اون 5 طبقه نئومونرو که الان شکست خورده، هژمون ایالات متحده در منطقه کوبیده شده، در دنیا کوبیده شده. اروپا دید که بله ما باید بریم دست به سینه، مؤدب جلوی این آقا بشینیم، این آقا به ما توهین کنه، باد معده در کنه. آقا جدی دارم بهت میگم، ما تو صحبت‌های اینا باد معده در می‌کنن. آقا من حرف من نیست، حرف مکرونه. هرچند این عوضی از اونها عوضی تره، اینا همشون از یه قماشن. آقا نمیدونم اون اروپایی میشه با اینا کنار اومده و اینا رو بریزید تو سطل اینا به درد ما نمیخورن. کی به دردت میخورن؟ زمانی به دردت میخورن که دست برنده داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی از بالا به پایین صحبت کنیم. حالا ما تنگه هرمز رو داریم، ائتلاف گروه مقاومت رو داریم، منطقه رو داریم منطقه رو بدون آمریکا میکنیم. بیایم عقب دیگه، الان تو عقبیم، درسته؟ بیایم عقب، الان دیگه دوباره اومدیم جلو، بیایم عقب. چرا این رأی آورد؟ به خاطر اینکه بیاد ایالات متحده رو نجات بده. آقا تعرفه گذاشت، نمیشه. چین تعرفه‌شو خنثی کرد. چرا؟ آقا مواد معدنی نادر داره، خاص خود کشورشه، برای موشک و برای پهپاد و ارزم برای جنگنده و برای کوفت و زهرمان اینا به کارشون میاد. ایالات متحده کوتاه اومد، تو اروپا نه کوتاه نیامد. چرا داره این کارو میکنه؟ گفت من اگر 2-3 سال دیگه همینجوری کشش بدم، ایران ابرقدرتیشو بیشتر کنه، منسجم‌تر بشه، محکم‌تر وایسه، به سلاح اتمی دست پیدا کنه، این سرعت افول من بیشتر میشه. پس باید بگیریم اینو با یه تیر سنشون میزنیم، 4 نشون عذر میخوام. خب ایران تجزیه 1 2
نفت ایران و اعراب مال من که تو جنگ بهتون توضیح دادم. اینا بابا اینا دست نشونده این ایالات متحدن. همونجوری که گذاشتشون بعد از اینکه اگر زبونم لال اگر پیروز میشد در جنگ یه تیپا به باسن اینا میزد، کمی باسن بوسا میزد در باسن اینا که آقا جمع کنید به سلامت خوش اومدید، نفت اینجا مال منه. اوکی، این دو. سه، مثل جنگ جهانی دوم روسیه و چین رو درگیر میکرد. چهار، تنگه مالاگاری که با ارزم حضورت اقیانوس آرام بعد سواحل جزایر مالزی و ارزم حضورتون ژاپن و بعد خود تایوان و دریای چین و همه اینا رو به دست میگرفت. فشار اقتصادی به چین از بین رفت. حالا نشده. چی شده؟ اینا اومدن همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم بورس ترکیده. واقعی فاجعه. به کره جنوبی دستور داده 300 میلیارد دلار بیاره. به ژاپن 260 تا 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه توی کجا؟ ایالات متحده. به عرب گفته باید نزدیک 2.3 تریلیون دلار بیارید بذارید سرمایه گذاری کنید. آقا نفت تا یه جایی کشش و توانشو داره. این باید چیکار کنه؟ این باید انباشت سرمایه کنه. از این انباشت سرمایه همه رو ببره تو کشور خودش، تولید راه بندازه. بعد از اینکه تولید راه انداخت بیاد اون انباشت سرمایه‌ای که به دست آورده، کالا تولید کرده، کشاورزی کرده، ارزم به حضورتون هر کاری که کرده، زد و بند کرده، هر کاری کرده، اون سودی که خالص در آورده رو ورداره، بعد بیاد اینا رو به عنوان 1 ساله، 2 ساله تا 5 ساله برگردونه به همین کشورها. حالا آیا اون دلار با این دلار زمین تا آسمون فرقش هست یا نیست؟ هست. چرا میگی حسین آقا دلار که دلاره؟ نه عزیز من، اونطوری نیست. 300 میلیارد دلار الان با 300 میلیارد دلار 5 سال دیگه زمین تا آسمون فرقشه. ایران چیکار کرده؟ ایران الان اومده یه سازوکاری تشکیل داده به اسم اینکه آقا من باید بعد از اینکه تنگه هرمز تثبیت شد، تنگه باب المندب تثبیت شد، بعد یمن آزاد شد، گروه مقاومت با یدهای جدیدش منطقه رو به دست گرفت، بیاد پترودلار رو حذف کنه. یواش یواش داریم میشنوی که آقا قطر داره با یک ارز دیگه معامله میکنه. امارات خبیث با یه ارز دیگه داره معامله میکنه. عمان با یه ارز دیگه داره معامله میکنه. 2 تا کشور موندن از این جنوب به اضافه عراق که دیگه عراق سومیش میشه. عراق از اون قدیم بعد از اینکه صدام سقوط کرد، اینم بگم پاراگراف باز کنم، صدام چرا سقوط کرد؟ صدام اگر انتفاضه یعنی شورش تو کشورش نبود صدام سقوط نمی‌کرد. صدام همه اینا رو میزد، همه‌شون رو میزد به زرس قاطع. شورش شد تو کشورش، مردم انتفاضه کردن، گفتن نه صدام باید بره. صدام رفت، اینا اومدن صاحب شدن و الانم که می‌بینید اونا که رفتن عراق دیدن دیگه از یه دونه کاب، از یه دونه تیر برق 100 تا سیم رفته. چرا؟ یه وضع‌وضعیه. نفتو میفروشه پولش برنمیگرده، میخواد یه دونه چیز بخره، نه فقط همینی که من بهت میدم نیروگاه بزنی تو باید برده من باشی. الان از زیدی میگه آقا ما نمیخوایم اینجوری باشیم، میخوایم بدیم به ترکیه پولشو به ما بده، برید دلالی برید بخرید. چی شد؟ چرا الان عراق زبون باز کرده؟ به خاطر اینکه با ایران بازی کرده. آیا الزیدی خائنه؟ نه، اینا رو بریزید سخت آشغال. الزیدی میگه خائن نیست. بعد از واشنگتن اومد مستقیم تهران، فکر کردید پیام تهران آورده؟ نه، لزومی نداره بیاره. اومد دستور کار گرفت رفت. به دنیا ثابت شد که با گروه مقاومت با جریان دیگه داره کار میکنه. کثیف بازی کردید؟ ما هم کثیف بازی میکنیم. فرمانده‌های ارشد الان مثل فرمانده‌های شهید ما نیستن. عین خود همونا رکب میزنن. الان درگیر شدن. دیگه قابل پیش بینی نیست ایران. حالا عربستان و اون البته حجازی‌ها و اون کلب الخلیج کویت دارن با پترودلار میفروشن. چی شد؟ نفت نداری بفروشی. بعد یهو میبینی وزیر خزانه داری ایالات متحده بسنت میگه میخوایم از زیر زمین لوله به چین ببریم. چند سالش خرم؟ 2 سال، 3 سال. بالاخره که این لوله باید دیگه جا بزنه بیرون. کجا میخواد بزنه بیرون؟ اسرائیل؟ شرمنده. نمیگنجه. میترسه. چرا اومدن الان میگن غزه رو نباید خالی کنیم؟ چرا الان ایالات متحده میگه من میخوام تو غزه پایگاه بزنم؟ چرا الان دارن این کارو میکنن؟ اونها فهمیدن که اسرائیل فردا دورشون میزنه. حالا چه اتفاقی داره میفته؟ توییت میزنه نفت نمیاد پایین، توییت میزنه فلان چیز میره بالا، توییت میزنه فلان چیز میره بالا، این میره بالا اون میره بالا. چی شده؟ دنیا فهمیده که آقا دنیا داره میره به سمت چند قطبی. ایران یکی از قطب‌هاشه، باید بریم با ایران ببندیم. شما ناراحتی یا خوشحالی به خودت مربوطه، ایرانی. اما یک مطلب، ایران باید چیکار کنه؟ برای سوال دیگه. عزیز من، دلار داری؟ میخوای بری تو بورس سرمایه گذاری کنی؟ عشقم توی بورس سرمایه گذاری نکن. چرا میگی حسین آقا؟ من الان بهت میگم گوش بده، یک دلیل کوچیک بهت میگم. یکی از دلایل رو میگم تو بورس سرمایه گذاری نکن. چرا دارم میگم؟ الان میشنوی، فقط قبلش باید بدونی. چرا بورس آمریکا داره سقوط میکنه هر روز؟ تریلیون ها دلار داره ضرر میکنه. برای چی؟ آقا انباشت سرمایه فقط این نیست که پولو ببری اونجا اون بهت سود بده. اون بخواد سود بده باید پول چاپ کنه. پول چاپ کنه ارزش دلار میاد پایین. وقتی ارزش دلار میاد پایین سقوط سهام میشه، ارزم به حضور تولید نمیشه، تاش میشه این میشه ایالات متحده. ایالات متحده چرا داره فشار میاره میگه کارخونه‌ها رو بیارید بذارید تو آمریکا؟ چرا؟ به خاطر یه دلیل. اون اینکه تولید از اینجا بره. هر چی هستی، مثلا نایکی، مثلا آدیداسی، مثلا پومایی، مثلا هر چی، اینجا تولید کن، کارگرش مال من باشه، اما به اسم من بره بیرون. اوکی؟ آیا طرف هایی که با این شرکت میرن اونجا سرمایه‌گذاری کنن؟ نه. چرا نمیرن؟ آقا مالیات داره، بیمه داره، حقوق کارگر وحشتناک بالاست. بعد انباشت سرمایه‌اش وحشتناک پایینه. قرار سرمایه رو برگردونه، میترسن. چرا میترسن؟ چون هر روز داره تورم میشه، چاپ بدون پشتوانه پولم که الا ماشاءالله داره میکنه. چی شد؟ ببینید مثال ساده.
بنده یک کارخونه دارم 100 تا مثلا پاکت نامه تولید میکنم، مثال دارم میگم، در ماه 100 تا تولید میکنم، بازار جهانی تا 2000 تا قبول میکنه. باشه، شما میای تمام زورتو میزنی، یه سرمایه یه چند نفر میان بهت میدن، سهام خریدن دیگه، شما سهام از رو هوا بهشون میدی. آقا ایران اینجوریه، کل دنیا اینجوریه، اینو نمیدونید بدونید. از روی هوا یه سهام میاد بیرون که آقا به من پول بدید من تولید کنم، عین سرمایه‌تون اینجا باشه، عین سرمایه‌ای که اینجا هست بیا چیکار کنیم، من با پولتو تولید کنم به تو سود بدم. میشه حالت نزول، مثلا من پولتو میگم نزول بدم، اما خب کلا شهری میذاریم یه جور دیگه است. آقا کلا شهری دیگه. حالا ایالات متحده اومده چیکار کرده؟ اومده گفته آقا جان بیمه فدرال رو میخوام وردارم از روی اینها. از کیا گرفته؟ از ایرانی‌ها. دیدید تو بورس چه خاکی ریختن سرتون؟ امثال شیخ و اون یکی استغفر الله ربی و اتوب الیه. توی بورس چه خاکی ریختن سرمون؟ من که نمیدونم چه خاکی ریختن سر خیلیا. ضرر کردن پولاشون رفت. آها. امریکا از ایران یاد گرفته. آقا هیچ بیمه‌ای نیست. باشه؟ هیچ بیمه‌ای نیست. حالا آقا ما بیمه نداریم. میتونی سرمایه‌گذاری کنی اما من ایالات متحده ام. حرف بزنم پای حرفم هستم. عجب. اوکی؟ اینا میگن اگر مثلا 300 میلیارد میاری 300 میلیارد هم باید بیاری برای بیمش. مگه داریم؟ مگه همچین چیزی داریم؟ اصلا مگه میشه؟ یعنی 600 میلیارد بیارم که 300 میلیارد بشه سرمایه گردش من 300 میلیارد بذارم برای بیمه، اگر به فنا رفت اون 300 میلیارد برگردونه، اون 300 میلیارد که بیمش کرده برگردونه. آیا برگرده یا برنگرده؟ تو ایران همچین چیزی نداریم. اوکی؟ حالا ایران داره بورسش میره بالا. آقا من پاکت نامه تولید کنم. اوکی؟ آقا بازار جهانی 2000 تاست. من آقا بیشتر از 100 تا تولید نمیتونم بکنم. چی میشه؟ پولتو میگیرم. اوکی؟ بیشتر از 100 تا توانشو ندارم تولید کنم. چرا توانشو ندارم؟ چون زیرساختشو ندارم. چرا زیرساختشو ندارم؟ چون دولت داره از یه جور دیگه از من حمایت میکنه. چه جوری حمایت میکنه؟ منو بدهکار خودش کرده، من مجبورم برم وام بردارم، وام که برمیدارم دونگ دونگ ملکمو میدم به بانک، بانک چیکار میکنه؟ بانک بعد از اینکه نمیتونم پس بدم برمیداره منو صاحب میشه. مثال ساده، شرکت سنیج به خاک سیاه نشسته. مثال ساده است، تبلیغات هم نیست. چند میلیارد بدهی، اما داره تولید میکنه. خب باید چیکار کنه؟ گوش بده ها. آقای دولت، بله آقا من سهام عرضه دادم به بورس، مردم به من پول دادن، الان میخوام سود پولو برگردونم، وامم گرفتم نمیتونم برگردونم. بعد چیکار باید بکنیم؟ اجازه بده گرون کنیم. بله آقا این شد. گرون میکنن، باعثش کیه؟ باعثش اونیه که میره سرمایه گذاری میکنه. حالا راه حل داره؟ بله راه حل داره. راه حلش چیه؟ بانکداری اسلامی. یعنی چی؟ یعنی دست بانک‌ها رو ببری، مردم بیاری تولید کمونیستی. آقا کمونیست تو تولید بد نیست که، توی ایدئولوژی بده. یعنی چی؟ مردم بیاری تو تولید. مثال آقا شما چه چیزی تو چنته داری؟ چی بلدی؟ من مثلا جلوبندی سازم، اون میگه مثلا من فلان چیزم، اون یکی میگه مثلا نه آقا اینجوری نیست. باید بیاید یه کاری تشکیل بدی به عنوان مثلا علوم کاربردی، علوم فنی حرفه‌ای، علوم فلان آقا از نوجوانی اینا یاد بدی. تازه دارن میفهمن که آقا باید از بچگی استعدادها رو تشخیص دادیم بذارن سر جاش، یعنی ببرن اونجا. حالا پس چی شد؟ تو پول بردی گذاشتی، بهت سود نداد، اومد سود بده، گرون کرد جنسو، نتونست، ورشکست شد، سقوط کرد، پول تو هم پرید، هیچ کس هم خبر نداره. ایرانی باید چیکار کنیم؟ الان دارن میبرن یواش بانک‌ها رو به سمت بانکداری اسلامی. یعنی چی؟ یه چند وقت دیگه میشنوید که آقا فلان بانک با فلان بانک ادغام شد، فلان بانک کلا تعطیل شد، فلان بانک کلا تعطیل، چند تا بانک میمونه. اوکی؟ میشنوید میبینید با چشم میبینید. ایرانی باید چیکار کنه؟ عزیز من پولتو ببر توی تولیدی که خودت بالا سرشی، نه توی بورسی که روی هوا میاد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر اون کسی که دوست داره دلالی کنه، آقا من نمیتونم به تو بگم نکن، آقا گناهه، کلاشری سر خودت نذار، میخوای دلالی کنی برو طلا بخر. حداقل اینه که سرمایه‌ات مونده، یا چی؟ یا اینکه پولتو سپرده گذاری کن در بانک هایی که چی؟ قرض الحسنه. چی؟ قرض الحسنه. چرا میگی قرض الحسنه؟ اینجا یه نکته است. وامی که از قرض الحسنه بهت پرداخت میکنن درصدش کمتره، وامی که به یه نفر دیگه میدن توی تولید کار انجام بده جریانش متفاوت تر از این چیزیه که من گفتم، از این چرخه باطل. دولت هم چاپ پول نمیکنه، از اون طرف هم تو تنگه هرمزو داری، پترودلار داری از بین میبری، منطقه داره با تو میشه، چه بخواد چه نخواد باید بیا زیر ذیل بندهای تو. از اون طرف هم چین و روسیه هم که دارن با تو کار انجام میدن، کل منطقه نه کل خاورمیانه و آسیا میخوان با تو ایرانی کار کنن. کیا میمونن؟ امپریالیستا، اونایی که تو و گلوبالیستا که خاک تو سرشون اروپایی‌ها. الان یه چیزی داره میرسه، یه خبرایی میاد بیرون که آقا ما داریم بدبخت میشیم، به خاک سیاه میشینیم. چرا؟ خوشحالی داره میاد، نمیدونم اونجوری چی شد؟ پس شما که قاره سبز بودید. حالا میرسیم به این جمله من. ببینید ما هر تورمی که داریم پشت این تورم یک چاپ پول وحشتناکه. یعنی دولت باید بیاد تولید بکنه. دولتی که اومد تولید کرد، برنامه داشت واسه تولید، اون دولت پیروزه. برو به اون رای بده. چرا رفتی به پزشکیان رای دادی؟ نمیدونم. بماند سادگی بود. بعضیام که آقا دیگه رفتن تو دو قطبی و من نمیرم رای بدم و خاک تو سر فلانی و فلان کس و خاک تو سر ببخشید ایرانو به من چه و یکی خودشون انتخاب میشن و اینا. آقا این حرفا رو از سرت بنداز بیرون. 36 سال با این حرفا گولت زدن، قدرت رو گرفتن دستشون. دوباره گول نخور. الان گول خوردی، تموم شده. یکی دو سالم تحمل می‌کنیم درستش کنیم. خب چرا میگی حسین آقا
الان جنگ بقا شده. این تیتری که زدی واسه چیه؟ میرسیم به این نکته. اگر ایران سازوکار منطقه رو، سازوکار بلوک شرق رو عوض بکنه، که عوض داره میکنه، که بلوک شرق داره عوض میکنه، بعد تو بانک جدید دارن، تو بانک بریکس دارن ایفای نقش میکنن، یواش یواش شما میشنوی که پول بریکس هم میاد بیرون. چرا داره میاد؟ چرا داره این حرفو میزنی حسین آقا؟ بله، یه زمانی بود که میگفتن چی؟ میگفتن ایالات متحده گفت بریک پول چاپ کنی میزنمت. الان دیدن که بابا هیچ چی نیست. چیزی میگن قمپوزه. قمپوز که میدونید چیه؟ نمیدونید؟ عثمانی به خاطر اینکه بترسونه قمپوز در میکردن، توپای خالی در میکردن، یعنی فقط صدا داشت. قمپوز در میکنه. الان فهمیدن که قمپوزه. چه؟ شما میشنوی پول بریکس هم میاد بیرون. اما کی میاد بیرون خدا میدونه، من نمیدونم. ان شاء الله زودتر بیاد بیرون. حالا چی شده؟ الان ایالات متحده مجبوره برای بقاش بجنگه. جریان اینه. کل جریان اینه. این بار برای بقا میجنگه. سوپر بحرانی که توی بورس داره ازش نشأت میگیره و این قوانینی هم که بهتون توضیح دادم و یاد گرفتن نمیذارن. نمیگم امسال، شاید 2 3 سال 4 سال 5 سال طول بکشه، اما اعتمادها از بین رفته. به دلار، به بازار ایالات متحده از بین رفت. کی باعثشه؟ ترامپ. دیدن آقا یک رئیس جمهور میتونه کل تاریخ پول و بدبختی رو بیاره رو سر یک کشور. به خاطر همین الان عربا میترسن. به خاطر همین عربستان پای چینو میکشه وسط. جنگ بقاست. شسته رفته به توضیح دادم. گول نمیدونم اونی که 5 میلیون فالوور داره تحلیل نمیدونم. من که گفته بودم طلا بخرید، من که گفته بودم این کارو بکنید. آقا پولتو ببر توی تولید. میتونی ببر توی تولید. اقتصادو از همین کوچیکا اقتصاد یک کشور شکوفا میشه. توی تولید اذیتت میکنن، برو پیش استاندار، فرماندار، برو پیش اصناف کمک بگیر. کمکت میکنن. کمکت نکردن بیاد آب دهان پرت کن تو صورت من. برو پیش نماینده مجلس. یک سازوکاری تشکیل بده، صاحب یک ثروتی بشی، نه اینکه صاحب یک دلالی بشی. متوجه شد؟ اینطوریه. اما راه حل آخر چیه؟ ببینید خیلی‌ها میپرسن چرا این جذاب لعنتی رو نمی‌کنن که این بدبختی هم از دامن ایران زدودش بشه بره. طرف 28 میلیون حقوق میگیره، من 36 میلیون حقوق میگیرم. والله دو نفری داریم کار می‌کنیم 8 گروه 9 مونه. حالا من دست جای دیگه هم کار انجام میدم. من خانواده‌ای می‌بینم شما اصلا نمی‌بینید. محتاج یک عدد نانه. یک عدد نان. بعضی وقتا میریم به خانواده‌های سر می‌زنیم که طرف زندانی غیر عمده. گفتم من تو کانال روبیکا که ما چند نفر رو داریم که واقعا کمک می‌کنن. مثلا یه نفر بود 450 میلیون زندانی غیر عمد بود. اون طرف ورشکست شده بود. تمام زندگیش رفته بود. کمک کردیم اومد بیرون. الان هم داره کار می‌کنه، پولا رو داره برمی‌گردن. خدا شاهده. اینطوری. حالا ایران باید چیکار کنه؟ چرا قبلا مسکن خوب کار می‌کرد، اقتصاد ملت می‌چرخید؟ برای چی؟ مسکن ایران بچرخه، همه خونه دار بشن، باز هم مسکن ساخته، باز هم بازار مسکن تشنه، باز هم بازار ارزم بروزتون درخواست و ایجاد و تولید مسکن، ساخت و ساز مسکن تشنه است. چرا؟ دلیلش اینه که همه پول‌ها رو بردن به سمت دلالی، به سمت بورس، به سمت بدبختی، به سمت تورم، به سمت چالش، به سمت مثال طرف اینقدر رفت ثبت نام کرد توی ماشین خودرو، الان اینقدر گرون شده نمیتونه بخره. کی باعثشه؟ خودش. تولیدی که با رانت باشه تهش میشه همین. تولید کننده‌ای که فولاد مبارکه، من یه بار گفتم یه بار دیگه میگم اینجا، میگه اگر از من ورق میخوای برو از دلال من بخر. دلالش که ایران خودرو، برو از اون بخر، میشه همین تهش. دست دلالیو ببرید. اگر صدای منو میشنوی، سوپر بحران ایالات متحده رو اینجا تکرار نکن. آقای ایرانی، خانم ایرانی، حواست باشه. ما رفتیم به سمت ارزهای جدید، ما رفتیم به سمت تولید. حالا میبینید ان شاء الله به قول قوه الهی با درایت این رهبر میبینید این دولت مجبوره بره به سمت معیشت و اقتصاد. مجبوره. چرا؟ چون خواسته است. و اما دست آخر ایران میخواد چیکار بکنه تو منطقه؟ خیلیاتون سواله، براتون سواله. ببینید کمر اقتصاد آمریکا شکستن هیمنه دلاره. ایران داره میره این کار بکنه. رفته به سمت این. خیلی هم سوسکی کثیف داره بازی میکنه. عین خود آمریکا، عین خود اروپایی‌ها، عین خود همین ناپاکا. و اما آخر سرتون رو درد آوردم، حلالم کنید. ما فردا روز آخر نذر قربانی مونه. گفتم که تا آخر ماه محرم و صفر این نذر قربانی رو داریم. برای سلامتی رهبرمون، برای سلامتی اول از همه برای سلامتی امام زمانمون، بعد سلامتی نایب امام زمانمون، رهبر عزیزمون، روح هم فداش، و سربازای گمنامش. این قربانی‌ها رو داریم هر هفته داریم انجام میدیم. هر چقدر توانشو داری کمک کن. نمیگم اینقدر، نمیگم اونقدر، چون من اومدم اون کاری که دارم برای هفته بعد انجام میدم و حساباشو سوا کردم. یعنی حالا هفته بعد میشنوید داریم چیکار میکنیم. ان شاء الله 2 3 تا خانواده رو میخوایم خیلی خوشحال کنیم. خانواده‌هایی که پدراشون چندین سال در پشت میله‌های زندان به ناحق، دیدید دیگه، یه اشتباهی کرده به ناحق اون پشت غیر عمد بوده. عرضم بزرگتون حالا توضیح میدم راجبشون. این فردا روز آخر نذر، هر چقدر در توانت از دوست داری شرکت کن. عزتمند ایران، سرفراز ایران، سربلند رهبر کشورم، ملتم ایران،
اینم که میبینید من مثل بعضیا نمیام اولش بگم بیاید این کارو بکنیم، به خاطر اینکه دوست دارم دلی باشه، از دلت بیاد بیرون، نه اینکه بگی چون حسینه برم کمک کنم. نه، برای امام زمان کار کن، ببین خدا برات چیکار میکنه.